سلام، خوش اومدید. بهتون تبریک میگم که به خودتون این فرصت رو دادید که این مسیر بیزنسی رو بررسی کنید. مطمئن باشید که در بهترین جای ممکن هستید، چون قراره یکی از بروزترین و پردرآمدترین علوم دنیا یعنی دیجیتال مارکتینگ رو بررسی کنید. بعد از دیدن این ویدیو اگه تمایل داشتید که بیشتر در مورد این بیزنس آنلاین بدونید، با همون منتوری که این لینک رو براتون فرستاده در ارتباط باشید. میتونید به ما پیام بدید، سوالاتتون رو بپرسید، در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود. قبل از هر چیز باید بدونیم که دنیا دیگه مثل قبل نیست. شرکت‌ها دارن با رقبایی از سراسر دنیا رقابت میکنن. دیگه مرزهای جغرافیایی مثل گذشته مانع رقابت نیست و هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشه میتونه رقیب شما باشه. آدما توی زمینه شغلشون دارن با کسایی رقابت میکنن که نه تنها از خونه بلکه گاهی از هزاران کیلومتر دورتر دارن کار میکنن. از همه مهمتر، ماشین‌ها و هوش مصنوعی دارن جای خیلی از شغل‌ها رو میگیرن. مشاغلی که روزی پایه اصلی اقتصاد بودن، حالا دارن به تکنولوژی سپرده میشن. هوش مصنوعی نه تنها کارهای تکراری و فیزیکی، بلکه کارهای خلاقانه و تحلیلی رو هم انجام میده. و این یعنی رقابت توی بازار کار از همیشه سخت‌تر شده. به طور خلاصه دنیا کوچکتر، رقابتی‌تر و کاملا خودکار شده. در این شرایط وفاداری مشتری‌ها به برندها کم شده و بیشتر به دنبال کیفیت و ارزش هستن. امنیت شغلی هم دیگه مثل گذشته وجود نداره. امروزه تنها چیزی که میتونه بهت کمک کنه اینه که خودت رو با تغییرات تطبیق بدی، یاد بگیری و همیشه آماده باشی که مسیرهای جدیدی رو امتحان کنی. یه سوال مهم که باید از خودمون بپرسیم اینه که آینده ما و خانواده‌مون چقدر امنه؟ اگه منبع درآمد فعلیمون رو از دست بدیم، برنامه یا پلن بی داریم؟ گذشته از این، آیا درآمد فعلیمون اون آزادی و انعطافی رو بهمون میده که بتونیم زندگی که واقعاً میخوایم رو بسازیم؟ متاسفانه جواب این سوال برای خیلی ها نه هست. با این تورمی که همه گیر شده هیچی ارزون تر نمیشه. بیشتر مردم فقط دارن تلاش میکنن که خرج زندگی رو در بیارن و نتیجهش میشه خستگی، بیپولی و ناامیدی. این وضعیت برای هممون آشنا نیست؟ خب خبر خوب اینه که این سیستم درآمدزایی آنلاین جوری طراحی شده که بتونیم تصمیمات زندگیمون رو بر اساس چیزی که واقعا میخوایم انجام بدیم بگیریم، نه چیزی که مجبور به انجامش هستیم. این موقعیت تونسته زندگی بیش از 200,000 نفر در سرتاسر دنیا رو تغییر بده. یه مدل بیزنس ثابت شده که شکست توش معنایی نداره. هر کسی بدون محدودیت سنی، زمانی یا مکانی میتونه از هر جای دنیا این بیزنس رو شروع کنه. زمان ارزشمندترین دارایی ماست. اگه نتونیم راهی پیدا کنیم که توی زمانهای مرده یا حتی وقتی خوابیم برامون درآمدزایی کنه، باید تا آخر عمر کارمندی کنیم. فکر کنید ماهیانه درآمد 5 رقمی داشته باشین. چه به عنوان شغل اصلی، چه در کنار شغل فعلیتون. این درآمد چه تغییری توی کیفیت زندگیتون میتونه ایجاد کنه؟ این بیزینس قابل انجام از هر کجای دنیا و بدون نیاز به حضور فیزیکی شماست. تنها کافی موبایل و لپتاپ و دسترسی به اینترنت داشته باشید. ما از قدرت درآمدزایی در سوشال مدیا و اینترنت استفاده می‌کنیم و به عنوان منتور مسیر این بیزنس آنلاین رو برای شما راحت‌تر می‌کنیم. تفاوت اصلی این بیزنس با سایر کسب و کارهای آنلاین عدم نیاز به فروش محصول فیزیکیه. در این بیزنس محصول شما خدمات آموزشی و دیجیتال مارکتینگ که به مشتریان ارائه میشه. هر کسی که وارد این بیزنس میشه صاحب یک آموزشگاه آنلاین دیجیتال مارکتینگ میشه. در مرحله اول خودش 0 تا 100 دیجیتال مارکتینگ رو آموزش میبینه و سپس به دیگران که به آموزشگاهش وارد میشن کمک میکنه تا این علم رو فرا بگیرن و صاحب آموزشگاه آنلاین خودشون بشن. یکی از ویژگی‌های مهم این بیزنس آموزش کامل دیجیتال مارکتینگه. از اونجایی که ما این علم رو یاد میگیریم دیگه نیازی به عقد قرارداد با آژانس‌های تبلیغاتی و صرف هزینه‌های بالا برای کمپین‌های تبلیغاتی نداریم.
به همین دلیل میتونیم با استفاده از دانش و مهارت‌های خودمون برای بیزنسمون کمپین‌های تبلیغاتی مختلف طراحی کنیم و اونو به جهان معرفی کنیم. این بیزنس مدل مشابه فرانچایز آنلاینه. صاحبان این بیزنس شرکت‌های معتبر بین‌المللی با بیش از 50 سال سابقه هستند که در بیش از 30 کشور شعبه دارند. این شرکت‌ها فرانچایز آموزشگاه آنلاین خودشون رو به افرادی که به دنبال کسب و کار آنلاین هستن ارائه میدن و تمامی ابزارهای لازم برای شروع و مدیریت بیزنس آنلاین رو در اختیارشون قرار میدن. در این مدل 80% از کار به صورت خودکار انجام میشه و ما فقط 20% کار رو مدیریت میکنیم. برای ما وبسایت آماده طراحی شده و نگهداری آن هم به عهده شرکته. همچنین از طریق ایمیل مارکتینگ و کمپین‌های تبلیغاتی بیزنس آنلاین ما در سراسر دنیا گسترش پیدا میکنه. آموزش‌ها به صورت ویدئوهای کوتاه و ساده طراحی شدن تا برای همه افراد با هر سطح از تخصص قابل یادگیری باشند. ما به عنوان مربی در کنار شما هستیم تا مسیر یادگیری و مدیریت بیزنس رو به راحتی طی کنید. همچنین در جلسات هفتگی زوم تجربیات خودمون رو با همکارانمون در این بیزنس به اشتراک میذاریم. از همدیگه حمایت میکنیم. این رو در نظر بگیرید که در این مسیر شما تنها نیستید و ما به این موضوع ایمان داریم. افرادی که امروز آماده اقدام باشن و یاد بگیرن چطور از اینترنت استفاده کنن میتونن کارآفرینان موفق فردا باشند. بعد از سالها رشد اکنون ما یک جامعه بزرگ از هزاران صاحب کسب و کار داریم که پیش از شما قدم برداشتن. این جامعه در سراسر دنیا گسترده شده و شامل افرادی از تمام سنین و پیشینه هاست. هر کدوم از این افراد با تجربه های متفاوت و اهداف مختلف مسیر خودشون رو در دنیای کسب و کار آنلاین پیدا کردن. افرادی که حالا هر جا که بخوان، هر زمان که بخوان و با هر کسی که بخوان کار میکنن. اونها حالا کنترل کامل زندگی و آیندهشون رو به دست گرفتن. این واقعا فوق‌العاده است. و بهترین قسمت اینه که امروز شما میتونین به خانواده بیزنسی ما بپیوندین. چیزی که واقعا این کار رو متمایز میکنه اینه که ما نه تنها یک سیستم موفق رو در اختیارتون قرار میدیم، بلکه به شما آموزش میدیم تا صاحب یک کسب و کار آنلاین موفق بشین. ما همیشه کنارتون خواهیم بود و شما رو پشتیبانی میکنیم تا به نتیجه برسید. در تیم ما بیش از 250,000 نفر در سرتاسر دنیا با ملیت‌ها و زبان‌های مختلف هستند که از این طریق درآمد کسب می‌کنند. از اونجایی که مدل این بیزنس آنلاین فرانچایزه، برای اینکه شما بتونید در این بیزنس فعالیت کنید، بعد از سرمایه‌گذاری اولیه یک بیزنس آیدی بسیار معتبر جهانی دریافت می‌کنید و فعالیت خودتون رو شروع می‌کنید. اما چون این بیزنس یک بیزنس آنلاینه، میزان سرمایه گذاری به هیچ وجه قابل مقایسه با بیزنس های آفلاین نیست و بسیار پایین هست. نحوه کمیسیون دهی شرکت بستگی به پکیج های سرمایه گذاری داره که همه پکیج ها در دوره آزمایشی 30 روزه کامل و جامع توسط کوچ توضیح داده میشه. شما به نسبت سرمایه‌ای که دارین تصمیم میگیرین با کدوم پکیج وارد این بیزنس بشین. در بسیاری از کشورها شرایط وام و اقساط وجود داره که برای شما در کوچینگ ها شخصی سازی میشه و به طور کامل توضیح داده میشه. درآمدها در این بیزنس به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه و بعد از 3 تا 5 سال درآمد ثابت $5,000 به همراه کمیسیون های دریافتی دارید. همچنین امکان انتقال بیزنس آیدی خود به فرزندانتون یا اعضای درجه 1 خانواده‌تون نیز وجود داره. بنابراین میتونید زندگی با کیفیت تری در کنار خانواده داشته باشین و از هر لحظه زندگی نهایت استفاده رو ببرید. برای موفقیت هر بیزنسی 3 عامل اصلی وجود داره: محصول، مارکتینگ و مشتری. در بیزنس آنلاین دیجیتال مارکتینگ ما این 3 عامل به طور کامل پوشش داده شده. توی بخش محصول شما به آموزش دیجیتال مارکتینگ دسترسی دارید که میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا به دنبال یادگیری اونن. این محصول نه تنها دارای تقاضای بسیار بالای مشتریان هست، بلکه به شما این اطمینان رو میده که نیازی به پیدا کردن و بررسی محصول دیگه‌ای نباشید. توی بخش مارکتینگ ما در حوزه مارکتینگ فعالیت می‌کنیم و به طور اختصاصی در زمینه سوشال میدیا مارکتینگ تخصص داریم.
یه وبسایت آموزشی داریم که توی اون 7 پلتفرم سوشال میدیا رو آموزش می‌بینین. در این سیستم برای شما به طور اختصاصی وبسایت شخصی طراحی شده و ایمیل مارکتینگ به صورت تخصصی انجام میشه. ما همچنین کمپین‌های تبلیغاتی راه اندازی می‌کنیم و به شما آموزش میدیم که چجوری تبلیغات مؤثر داشته باشید. توی بخش مشتری، میلیون‌ها کاربر اینترنتی وجود داره که میتونه به مشتریان شما تبدیل بشه. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که شما بدون نیاز به صرف زمان بسیار بالایی برای پیدا کردن مشتری، میتونید از طریق تبلیغات خدمات خودتون رو به اونها ارائه بدید. با ترکیب این سه عامل شما صاحب یک بیزنس آنلاین قوی با پتانسیل رشد مستمر خواهید بود. اگر بخواین برای خودتون بیزنس آنلاینی راه اندازی کنید، هزینه‌های مختلفی مثل ساخت و نگهداری وبسایت، ایمیل مارکتینگ، یافتن مشتری، ارسال کالا، انبارداری، شیپینگ و برگشت محصول وجود داره که باید متقبل بشید. اما در سیستم بیزنس آنلاین دیجیتال مارکتینگ ما این هزینه‌ها به عهده سیستم قرار داره و شما فقط نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه دارین تا تمام ابزارهای مورد نیاز برای شروع و مدیریت بیزنس آنلاین در اختیارتون قرار بگیره. علاوه بر این در بیزنس آنلاین ما دسترسی مادام العمر به یک سایت آموزشی حرفه‌ای دارید که آموزش دیجیتال مارکتینگ رو به صورت تکنیکال در 7 پلتفرم سوشال مدیا مثل فیسبوک، اینستاگرام، گوگل ادز، یوتیوب، پینترست، تیک تاک و لینکدین ارائه میده. این به شما این امکان رو میده که همیشه به روز باشین و بتونین از هر پلتفرم جدیدی که به این 7 پلتفرم اضافه میشه درآمدزایی کنین. با یک سرمایه گذاری اولیه همیشه در حال یادگیری و به روز رسانی دانش خودتون در زمینه سوشال مدیا هستید و از امکاناتی برخوردار میشین که برای رشد و موفقیت در کسب و کار آنلاین ضروریه. اگه تو کشوری که زندگی میکنین اجازه کار قانونی دارین، اگه زبان انگلیسیتون در سطح متوسطه، اگه آماده این که از نقطه امنتون خارج بشین، اگه افکار مثبت دارین و دوست دارین یک تغییر توی کیفیت زندگیتون ایجاد بکنین، اگه میخواین یکی از پولسازترین مهارت‌های دنیا رو یاد بگیرین، اگه دنبال یک زندگی با آرامش بیشتر برای خودتون هستین و دوست دارین وقت بیشتر رو با خانواده‌تون سپری بکنین، اگه دوست دارین درآمد بیشتری برای فرزندانتون به جا بذارین، این بیزنس مناسب شماست. قدم اول برای شروع این بیزنس دیدن همین وبیناره. بعد از اون پیشنهاد میکنیم که وارد دوره آزمایشی 30 روزه بشین. در این دوره استراتژیست های شرکت های مادر جزئیات کامل بیزنس رو با شما به اشتراک میذارن. در این دوره شرکت های مادر خودشون رو معرفی میکنن، محصولات خودشون رو شرح میدن و سابقه و پیشینه‌ای که در مارکت دارن رو به شما نشون میدن. این معرفی ها تنها برای آشنایی بیشتر شما با شرکت های مادر هست و به شما یادآوری میکنه که فروش این محصولات هدف اصلی نیست، بلکه برای شناخت بیشتر از این شرکت ها، نحوه کمیسیون دهی و درآمدزایی و مدل های کسب و کار اونهاست. نحوه کمیسیون دهی شرکت به صورت چارت، نمودار و فرمول های خاص توضیح داده میشه. همچنین شما به عضویت یک گروه خصوصی فیسبوکی در میاین که در اون افراد درآمدهای خودشون رو به اشتراک میذارن و این فرصت رو به شما میدن تا با بررسی این اطلاعات پتانسیل درآمدزایی خودتون رو تخمین بزنید. بعد از تماشای ویدیوها یک جلسه کوچینگ کال برگزار میشه که به تمام سوالات بیزنسی شما پاسخ داده میشه. در این جلسه پکیج های سرمایه گذاری مختلف توضیح داده میشن و تفاوت های اونها با همدیگر رو بررسی میکنیم تا بتونیم با آگاهی کامل بهترین تصمیم رو برای شروع این بیزنس بگیریم. این دوره یک دوره بدون ریسکه.
برای دسترسی به همه این اطلاعات با ارزش شما $149 آمریکا پرداخت می‌کنید و وارد دوره آزمایشی میشید. این پول نزد شرکت به صورت امانت تا 1 ماه میمونه و شما میتونید همه اطلاعات مربوط به بیزنس مدل، نحوه کمیسیون دهی شرکت و کلی اطلاعات اولیه که برای شروع این بیزنس لازم دارید به صورت ویدیو میتونید که همه این موارد رو بررسی بکنید. اگه شما دوست داشته باشید که این بیزنس رو شروع بکنید، وارد مرحله سرمایه‌گذاری میشید و بعد از سرمایه‌گذاری بیزنس آیدی معتبر جهانیتون رو دریافت میکنید و دسترسی کامل دارید به آموزش‌ها. با کمک کوچ و منتور فارسی زبان میتونید بیزنس آنلاین خودتون رو راه اندازی کنید. و اگه بنا به هر دلیلی دیدید این بیزنس مناسب شما نیست، این پول به حسابتون برمیگرده. با یک درخواست ساده. این بیزنس ارزش بررسی کردن رو داره. پیشنهاد میکنیم این فرصت رو به خودتون بدید و بررسیش بکنید. در حال حاضر نزدیک به 250,000 نفر در این بیزنس فعالیت دارن. افرادی که یک روزی به خودشون این فرصت رو دادن که این مسیر بیزنسی رو بررسی کنن. این تصمیم نه تنها زندگی خودشون بلکه زندگی اطرافیانشون هم تغییر داده. نفر بعدی قطعا میتونید شما باشید. اگه به خودتون و توانایی هاتون باور داشته باشید. ما ایمان داریم که شما میتونید یکی از افراد موفق توی این بیزنس آنلاین باشید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و منتظر دیدار شما توی دوره آزمایشی 30 روزه هستیم.